سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. تو این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 14 از کتاب دستور سنتور استاد پایور رو با همدیگه کار بکنیم و نوازندگیشو با همدیگه یاد بگیریم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. این راهیه که شما میتونید من رو حمایت کنید و به من انگیزه بدید که این مسیر رو هرچه بهتر ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشید. خب توی قطعه شماره 10 یه سری تمرین‌های جفت مضراب رو داریم. جفت مضراب‌هایی که بعضی وقتا روبروی هم دیگه هستن، حالا یا رو سیمای سفید و زرد توی دو تا پوزیشن مختلف، یا سفید و پشت خرک، یا اینکه مثل چیزی که توی خط سوم داریم، دوبلایی که فاصله سومن، مثلا سل رو با سی میزنیم، سل لا سی، این میشه فاصله سوم. یا مثلا دو رو با می میزنیم، دو ر می. اینا میشن دوبلای فاصله سوم. و یا دوبلای فاصله دهمی که توی خط چهارم داریم. فاصله دهم در واقع همون فاصله سومی هست که ترکیبی شده، یعنی از حالت ساده در اومده. مثلا زرد رو داریم با سفید به صورت فاصله سوم میزنیم که اون وقت دیگه فاصله دهم میشه. حالا میزنیمش متوجه میشید چطوریه. خیلی تمرین خوبیه، خیلی کمک میکنه که شما تسلط پیدا کنید و سریع بتونید این تمرکز رو داشته باشید که نوت‌ها رو بتونید پشت سر همدیگه پیدا بکنید. توی این جمله‌ای که میزنیم از نوت فا شروع میشه پایین و یکی یکی میره بالا. یعنی میزنیم نوتامون، اگه بخوایم ملودیش رو بخونیم، از فا همه نوت‌ها رو داریم میزنیم: فا، سل، لا، سی، دو، ر، می، فا. خط اول این شکلیه که از نوت فای سفید شروع میشه، فای جفت زرد و سفید، و میره تا فای اکتاو. اما نکته‌ای که داره اینه که یکیش به صورت دوبل روبروی هم میخوره، یکیش به صورت دوبل فاصله سوم میخوره. یعنی اولیش مثلا دوبل فای زرد و سفیده به این شکل، دومیش میشه دوبل سل با سی. پس میزان اول میشه جفت فا، جفت سل و سی. دوباره تو میزان بعدی دوبل اول جفت لای زرد و سفیده، دومیش جفت سی و ری هست به صورت فاصله سوم. میزان سوم اولیش جفت دوی زرد و سفیده، بعدیش دوبل فاصله سوم ر با فا هست که فا رو بالاش یه دو نوشته برای تاکید، یعنی باید خرک دوم پشت خرک بزنیم. پس جفت دو و بعدش جفت ر با فا. میزان بعد اولش یه جفت می داریم که دقت کنید می کرونه، یعنی باید خرک اول بخوره سفید و پشت خرک. بعدیش جفت فا با نوت لای پشت خرک هست، فای پشت خرک با لای پشت خرک. پس میزان آخر میشه جفت می پایین و بعدش فا با لا. مثلا اگه بخوایم کل خط اول رو اجرا کنیم، از فا شروع میکنیم: فا، سل و سی، لا، سی و ره، دو، ره و فا، می کرون، فا و لا. یه بار دیگه میرم، این بار دیگه با سرعت کمتر رو با شمارش اجراش میکنیم: یک، دو، یک، دو، یک، دو، یک، دو. ادامهش توی خط دوم 4 تا میزان اول خط دوم از نوت سل به سمت پایین حرکت میکنیم، همونطور که توی جمله اول از فا به سمت بالا رفتیم: فا، سل، لا، سی، دو، ره، می، فا. توی خط دوم 4 میزان اول از سل میایم پایین: سل، فا، می، ره، دو، سی، لا، سل. و خب باز دوباره اینجا هم به همون شکله، یه دونه جفت روبروی هم که فاصله هشتمه و یه دونه جفت فاصله سوم. مواظب فا باید باشیم اینجا که حالا اونی که دوه خرک دوم میخوره، چه نوشته باشه چه ننوشته باشه، و فقط اون فایی که بالاش 9 داره اون رو باید خرک نهم سفید بزنیم. پس نوتامون میشه دوبل سل سفید و پشت خرک و بعدش دوبل فا و لا. میزنیمش فا و لا اینجا میشه. ادامهش توی میزان دوم جفت می که اینجا علامت بمول داره، این بمول رو باز دوباره برای تأکید گذاشته، یعنی اگه بمول هم نداشت ما همونجا میزدیم. فقط می رو در صورتی خرک اول میزنیم که کرون داشته باشه. پس اینجا دوبل می زرد و سفید اجرا میشه و بعدش دوبل ر با فای خرک نهم به این شکل میشه: می خرک هشتم و بعد ر با فای سفید بالا. میزان بعد جفت دو زرد و سفید، جفت
سی و ره. اجراش میکنیم و میزان بعد که جمله رو کامل میکنه لای زرد و سفید و جفت سل و سی. اینجا یه جمله کامل شد که یه دولا خط تکرار داریم که باید برگردیم از اول تا اینجا یه دور تکرار بکنیم. این جمله رو من کامل براتون اجرا میکنم. از نوت فا شروع میشه. فا سل لا سی دو ره می فا سل فا می بمول ره دو سی لا سل. و حالا بعد تمرینش بکنید. اول با سرعت خیلی کم، حالا با مترونوم میزنم متوجه میشید، ولی بعد سعی کنید تمرین کنید که بتونید سریع بزنید. مثلا بشه خیلی نیاز به تمرکز داره که بتونید با سرعت بالا به این شکل اجراش بکنید. بسیار خوب. این قسمت رو که تمرین کردید میریم سراغ جمله بعد که از میزان آخر خط دوم شروع میشه. اینا دیگه همه به صورت دوبلای فاصله سوم رو سر هم دیگه میره بالا و میاد پایین. نوتامون میشه فا و لا، سل و سی، ادامهش تو خط بعد لا و دو، سی و ره و بعد از بالا میاد پایین می و دو، سی و ره، لا و دو، سل و سی. این قسمت رو اجرا میکنیم و در واقع برای حفظ کردن به نظر من بهتره فقط نوتای پایین رو بخونید. وقتی دوتا نوت رو بخونید اینطوری گیج کننده میشه. نوتای پایین رو بخونید و میدونید که دست چپش که نوت بالایی هست به صورت فاصله سومش حرکت میکنه و پس نوتامون هست فا سل لا سی دو سی لا سل. اجراش میکنم این 4 تا میزانو. فا سل لا سی دو سی لا سل. بذار یواشتر میزنم. فا سل لا سی دو سی لا سل و دو میزان آخر خط سوم میاد رو سیمای زرد. نوتامون میشه لا و دو، سل و سی، فا و لا، می و سل. میان رو سیمای زرد لا و دو، سل و سی، فا و لا، می و سل. این جمله دوباره اینجا یه دولا خط تکرار داره که باید برگردیم از خط دوم میزان آخر این قسمت رو تکرار بکنیم. این جمله رو اجرا میکنم. میریم سراغ خط چهارم. اینجا هم باز دوباره دوبلای فاصله سومی داریم که توی 2 تا پوزیسیون مختلف هستن. فای زرد با لای سفید. نوت اولمون هست که به این شکل میشه روی سنتور. دست راست رو فای زرد، دست چپ رو لای سفید. به همین شکل یکی یکی میریم بالا، یعنی بعدیش میشه سل و سی، بعدیش میشه لا و دو، بعدیش میشه سی و ره. پس 4 تا نوت میریم بالا اجرا میکنیم. فا سل لا سی. یه بار دیگه میزنمش. دقت کنید که توی این جفتایی که میزنید 2 تا مسئله خیلی مهمه. یکی همزمانی این جفتا که دقیقاً راست و چپ شما همزمان بخوره. معمولا اینطوریه که معمولا توی راست دستا دست چپ یه ذره زودتر میخوره به نسبت دست راست. اینو کنترل کنید که دقیقاً همزمان بخوره و بعد سعی کنید تقریباً هم قدرت بخوره دست راست و چپتون که این 2 تا نوت توی همدیگه حل بشه و یه صدا در بیاد از سازتون. پس یه بار دیگه بشنوید صدا رو. سعی کنید وقتی ساز بزنید به صدایی که از سازتون میاد گوش بدید. ببینید صدایی که داره در میاد صدای خوبی هست یا نه. اگر اینطوری اجرا میکنید صدای خوبی نیست. اینا صدای خوبی نیست چون ضربه ها همزمان نمیخوره. پس به این نکته توجه بکنید. خب ادامهش از میزان آخر خط چهارم از نوت سل شروع میشه. سل با سی، لا با دو، سی با ره، دو با می. پس از نوت سل یکی یکی میریم بالا. سل و سی، لا و دو، سی و ره، دو و می و بعد 3 تا نوت میاد پایین. سی لا سل، سی با ره، لا با دو، سل با سی. خب
این جمله رو من کامل براتون میزنم از در واقع 2 خط آخر از فا شروع میشه. فا سول لا سی سول لا سی دو سی لا سول. بریم یه دونه قطعه رو با مترونوم بشنویم. من مترونوم رو گذاشتم روی سرعت 48 و 2 ضربی. خب سرعت قطعه پایینه که شما فرصت داشته باشید هم نوت‌ها رو پیدا بکنید، هم بتونید یک نواخت بزنید، هم بتونید با کیفیت بزنید. 1 2 1 2 اجرای قطعه خیلی کمکتون میکنه که روی جاهای مختلف ساز مسلط بشید، این تمرکز رو داشته باشید که بتونید بلافاصله 2 تا نوت مختلف رو پیدا بکنید و اهمیت اجرای قطعه اینه که ذهنتون یکم سرعت پیدا بکنه و سریع بتونید نوت‌ها رو جای مختلف سنتورتون پیدا بکنید. امیدوارم که ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که حتما کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک بکنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید و به من انرژی و انگیزه بدید که بتونم این مسیر رو هرچه بهتر ادامه بدم. ممنون از شما.